هنگامی بحران من کارم را کلان میکنم. من چنین میکنم. طوری که من تحلیل کردم در بیزنس حالت بازار همیشه در 3 سطح خواهد بود: بازار انکشاف یابنده، بازار معتدل و بازار بحرانی. دیگرش نیست. همگی 3 درجه. وقتی من این را بارها تحلیل کردم، در هر 5-7 سال این تکرار می شود. آن تغییر می یابد، سمتش را عوض می کند. جایی هست بازار انکشاف یابنده در یگان سمت، بازار دیگر معتدل پیش می رود و اثنای بحران کاری اکثر سمت‌ها پایان می رود. پس چیکار کردن در کار؟ بازار انکشاف یابنده را دریافتن و به همین سمت سرمایه گذاشتن در کار، و یا در بازار انکشاف یابنده بیزنس گشادن در کار. در بازار معتدل باشد سرمایه جمع کردن در کار، چون که توسط درآمد عملیاتی پلیس زیاد کار کردن نمی شود. من همه میلیونر و میلیاردرها را تحلیل نمودم. آنها میلیاردر و میلیونر شدند یا در بازار انکشاف یابنده یا اثنای بحران، و سپس این استراتژی را کارکرد نمودند و آن به من کمک میکند، نتیجه میدهد، نتیجه خوب میدهد و هنگام بحران همیشه کاری من وسعت مییابد. اثنای بحران من منفعت میگیرم. تصور کنید در سر گروهی کاریم چی روی میدهد. آنها در همه جا میگردند، دوستانشان میگویند کم کنی کارمندان، رخصتی بی مهلت و غیره. من باشم اثنای بحران معاش را بلند میکنم. البته در همه تشکیلات‌هایم چنین نمی شود، ولی من این کار را می کنم. معاش کارمندان کلیدی را می بردارم